خب آیا نامهای پیامبر ما اگر در فرزندامون گذاریم درسته یا نه؟ نامهای پیامبرها را در فرزندامون. بله برادر عزیز، پیامبر ما خودش فرموده است که شما در فرزنداتون نامهای پیامبرها را گذارید، مثل خود محمد و مثل احمد و مثل یوسف و مثل یحیی و مثل ادریس و دیگر پیامبرهایی که نامهاشون در قرآن هست. ما میتونیم که نامهایی را بگذاریم. یگان جای گناهش نیست برادر عزیز که ما اگر از نامهای پیامبرها در فرزندامون گذاریم. ولی بسیاری آدما بچه‌هاشون بعد بیمار میشوند، بعد میگن داملو میگن همین نام بگردون که همین نام به فرزند من وزبینی کیسته. انا همین هم برادر یک خرافاته. همین هم برادرای عزیز، خواهرای عزیز، انا همین ها هم شما گناهگار میشین. نام وزبینی نمیکند وقتی پیامبر خودش دلالت کند که شما فرزنداتون از نام محمد و از نام احمد و از نام دیگر پیامبران نامگذاری کنید. با چگونه این نام وزبینی میکرده است؟ برای همین او دردی را که در فرزندیت هست وایم ای نزد الله هست و این نام به او یگان زیان زلال نداره. انشاءالله زیان دارد وقتی نامش اگر موافق به سنت نباشد، لیکن از این نامهای زیبا وقتی میمونین یگان وزبینی نداره. بعضی برادرها خواهش کردند که درباره نعمت شوهر، یعنی شوهرم مقصد نعمت است، شما درباره نعمت شوهرم برای زنهای امروزه گویین که مقصد به قدر مردها نمیرسه. ولی من در حدیث دیدم، حدیث جناب امام مسلم با روایت عبدالله ابن عمر، پیامبر گفتند الدنیا متاع و خیر متاع دنیا المرأة الصالحه. دیگر حدیث انما الدنیا متاع وليس من متاع دنیا شیء افضل من المرأة الصالحه. پیامبر گفته است دنیا اگر متاع باشد بهترین متاع دنیا این زن صالح است. پیامبر گفته است در دنیا هیچ نعمت بهتر از نعمت زن صالحه نیست. یعنی چگونه ای که زن صالحه هم خواهرای عزیز نعمت هست، مردکا هم باید وقتی که صاحب زن شدن به زنداریشون شکرگزاری کنن، زنها هم باید به شوهرداریشون شکرگزاری کنن. ولی در حدیث خواندم که پیامبر من طرف زنها گشت گو یا معشر النساء تصدقنا و اکثرن من الاستغفار. گویا زنها صدقه کنین و استغفرالله بسیار بگین. فانی رأیتکن اکثر اهل النار. زیرا من بسیاری از نفرهایی را که در دوزخ دیدم نگاه کردم که از زمره زنها بودند. قالت امرأة منهن، میگه بعد یک زن از همو بین گفت ما لنا یا رسول الله، حضرت برای چی اکثر اهل عذاب زنها بودند؟ گفتند تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. دو چیز گفتن پیامبرمون. یکم گفتن که شما با زبانهاتون بسیار گفتن آزار میتین. حتی میدونیم برادر عزیز که بعضی از مادرها را برادرها حکایه میکنن، میگه که زنها میگه فرزندای خودشون میگه بعد پدرت لعنت، فرزندای خودشون میگه حرامی، فرزندای خودشون میگه که تو را مقصد انا بگیم تا یک نامی بسیار زیشت میگیرن، مقصد تو را امو اولاد حرامای، یعنی نسبت میتن به اولاد مردکش. یا اینکه چی حقارت هایی که امروز خواهرای عزیز به خدای مهربان قسم، با والله بالله تالله من هر روزم نباشد هفته ده حتما یک یا دو نفر جوان مردا زنگ میزنند که
زن گفت در دهن پدرت فلان، در دهن مادرت فلان، در دهن خودت فلان، در دهن اکه و خواهر اولادت فلان. داملا مقصد همی نکاح ما چی می شود، زندگی ما چی می شود. پیامبر گفت که انا از همین حسابی لعنت گفتن تان، از حساب انا همین حقارت کردن تان، من دیدم که اکثر عذابی در جهنم از حساب زنها بود. دویم گفت چیزی که دیدم زنها را دوزخ می برد، این چی بود؟ تکفرن العشیر، یعنی به نعمت شوهر شکرگزاری نمیکنن. ولی در این مسئله چه شکرگزاری نعمت. ولی ممکن همون خواهری که مرا سوال داده است صدای مرا شنوه، گفت من در 27م، یک تاکی دیگر زنگ گفت من در 34م. داملا یگان آدمی مرید داری، یگان آدمی مقصد مناسب باشد، یک آدمی خوب باشد که مقصد آخی ما از حساب خوشروگی هم کمی نداریم، آخی کسب هم داریم، مقصد روزمان هم گذرانده هم میتونیم. همین قدری که عمرمان رفته سای فرزند، ما مثال در آرزوی فرزند ما که یک فرزند شوه از ما هم. داملا این مسئله در مرا یاردم کنیم. انایره همون خواهرای شوهرداری که در پیشون شوهرانو شکرگزاریشون نمیکنن، اینها را گوش کنید که اینها خواهش دارن خیلی که هم به فرزندا از دیگرها فرزند بگیرن، حتی یک حرامی را بگیرن کلان میکنن که ما به قدر فرزندای خودمان نمیرسیم. انایی به شوهرها را بینید که آرزو دارن، هوس دارن که روز شهد تا میگذرانم، همین قایی که مقصد از همه یک فرزند حلال شوه و منم مقصد صاحبی از زندگی شم. ولی بسیاری برادرها حتی میگه هیچی کم بود، تمام شرایط، حتی بگیم در دستامون همون دستامون از سیدکه و همون از بار اوچکنی را حتی دستامون هم جای سیدکه و بریدگی های، لیکن هیچ قدری در خانه نداریم. نه خواهرای عزیز، پیامبر نازنین میگو که ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. اگر زن ای دنیا بگذره، مردک شمی قپرسن ایمی زن راضی هستی یا نه؟ همین مردک صدقم بگه، ای روی تری شرم مردم نه، از روی که یک مردم نخندم نه، ایمی صدقم بگه من از امی زنک راضیم، خدا امی زنک رحمت و مغفرت کنه. پیامبر گفت که همه درهای جنت، 8 در جنت های از کدامش که میخوای داخل شد. بین از همه عبادت بالاتر انامین است که وقتی شوهر از تو راضی میشه. من در همین حیات خواهرای عزیز، مرا یک جوانی گو بیا بریم این پدری مرا یک مقصد مصلحت بده داملا که بسیار گریه میکنه برای مادرم. من وقتی رفتم مردک گریهش برای زنک دیدم، به نام خدای مهربان قسم بار اول دیدم. مردک چی مثال وادار کرد که گریه میکنه؟ انمو خدمت های نیکی زنک. میگه این قدر زنی خوب بود، میگه باور کنین، میگه اگر گناهگار نشم چخیلی که یک مادر فرزندش دوست میداره، انمی زن مرا میگه خیلی دوست میداشت، نوازیشو میکرد، همین قدر نگاه و بینو میکرد. میگه حاضر میگه همون مرده است، مقصد همین فرزندام در پیش مای میگم رنگ یک آدمی صغیره یان، یک آدمی بی‌صاحبم. وقتی این خیل مرد اگر بگه این زن این مرد دستش برداره و دعا کنه، شما میدونید که این مقام و منزلت زن در پیش خدا چقدر بلند میشه. برای همین به قدر شوهراتون خواهرای عزیز برسید، شوهراتون دوست بدارید، شوهراتون احترام کنید، حالتهای شوهرها را هم بدانید. بسیاری از زنها مقصد برادرها از مهاجرت هم زنگ میزنند که با زنهامون مقصد بگو شدیم، خیلی گاز وضعیت بیزه بای، اینای بیماری آمد از کار نیست و از اوجا طلب کرده سای، میفهمونیم نمیفهمن. خواهرای عزیز کمی صبر کنید. خواهرای عزیز مقصد دشواری بر بالای شوهراتان نیار.